سلام و درود به پایان به پرزیدنت محترم امام علی رحمان و به تمام همیهنان گرامی. ما شهروندان جمهوری تاجیکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان از ناحیه شغنان موقتا در قلمرو روسیه و دیگر دولت‌های جهان زندگی داریم. از رویدادها در زادبودمان ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت نگران و خیلی اندوهگین هستیم. ما موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که در ماده 31 قید شده است شهروند حقوق دارد شخصاً و یا یک جایه با دیگران به مقامات دولتی مراجعت نماید. ما شهروندان موافق ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که در آن آزادی سخن و ماده 31 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به شما محترم جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت امام علی رحمان مراجعت میکنیم. چون سخن درباره صلح و وحدت می رود که این صلح و وحدت در ولایت مختار کوهستان بدخشان در 10 سال گذشته در پی اقدامات ناسنجیده نهادهای قدرتی تاجیکستان در بدخشان به قانون دائمی بی‌ثباتی و درگیر تبدیل شده است. در این مدت‌ها ده‌ها تن از همیهنان ما به بازجویی و دادگاه کشته و بیش از 1000 کس با دلیل‌های سست و نبود امکان پشتیبانی حقوقی به سال‌های دراز زندانی محکوم شدند. در این سال‌ها پروپاگاند رسمی جنگ اطلاعاتی سازمانده را با باشندگان ولایت مختار پیش گرفته و آنها را با قاچاق مواد مخدر سازمانده گروه‌های جنایتکار متهم می‌کند. مقامات ولایتی با این کارمندان در تلاش هستند بر جذب جنایتکاران به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان بزنند تا بهانه دیگر برای ناآرامسازی مردم ما پدید آورند. گواه روشن این سیاست کشتار بیرحمانه گلبدین زیابیکوف، توتشاه امیرشایف، گلنظر مرادبیکوف از ناحیه راشقله هستند که در جریان به اطلاع عملیات ویژه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در بدخشان در 25 نوامبر سال 2021 کشته شد. گلبدینی که در وقت دفاع از وطن عزیز تاجیکستان که در وارخ رخ داده بود در صف اول ایستادگی بود. این کشتار صبر و طاقت مردم کوهستان بدخشان را به سر آورد که در اعتراض با عملکرد نیروهای امنیتی 4 روز در میدان دادخواهی کردند. نیروهای امنیتی به جای گوش دادن به مردم به سوی دادخواهان تیراندازی کردند. این رفتار بیغمانه کارمندان حقوقی نه به قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و نه از نگاه مسلمانی و آدمگری برابر نمی آید و این رفتار وحشیانه کارمندان قدرتی نشان می دهد که آنها مقدسات دولتی دموکراتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان سرقانون یعنی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را پایمال کرده حتی یک پونکت آن را اجرا نمی کنند. هرچند مسئولان وعده دادند که خواسته مردم را اجرا می کنند ولی با گذشتن 2 ماه هیچ یک از خواسته ها اجرا نشد. افزون بر این نزدیک به 2 ماه است که ولایت مختار کوهستان بدخشان در محاصره اطلاعاتی قرار دارد و پروپاگاند رسمی در این زمان کوشش و تلاش دارد دادخواهان کل مردم ولایت را بدکار و قانون شکن نشان دهد. صدها شرکت کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز که تیرباران شده اند زیر فشار سخت مقامات حفظ حقوقی قرار دارند. کارمندان سازمان‌های بودجتی را با ترس و بیم دادن از اخراج و تشکیل پرونده‌های جناحی مجبور می‌کنند مردم خود را بدگویند و اقدامات نیروهای امنیتی را توجیه کنند.
این بدان آورده رسانیده است که باوری مردم عادی از این حکومتداران در بدخشان عمل کرده کنده شده ایستاده است. محنت 30 ساله شما جناب عالی و روشنفکران دیگر جمهوری عزیزمان را قدر نکرده به قانونی و زوری را به مردم نشان داده ایستاده اند. این عمل بیغمانه و بیسوادانه کارمندان امنیتی ولایت مختار کوهستان بدخشان که مردم عادی بدخشان را به قرار سودی جنایتکار و به گروه متشنج تبدیل داده هستند. این عمل بیفکرانه آنها این را نشان می دهند که آنها نه قانون دولتی تاجیکستان را می دانند و نه سواد کاری دارند. در ماده 10 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان گفته شده است دولت و همه مقامات های آن، شخصان منصبدار، شهروندان و اتحادیه های آنها وظیفه دارند کنستیتوسیون و قانون های جمهوری را رعایت و اجرا نمایند. این کارمندها باشند برعکس کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را پایمال کرده یگان قانون دولتی را رعایت نمی کنند. آن مادرانی که در مدت 3 شبانه روز با جسدهای فرزندانشان که از طرف کارمندان امنیتی بدخشان کشته شدند در میدان اسماعیل سامانی درخواست کردند که مقصد کشتن جگربندانشان به آنها بگویند، لیکن متاسفانه یگان حکومتدار به ها فریاد آن مادران جگر سوخته جواب نداد و این عملهای ناشایسته آنها از سال 2012 تا آذر به جواب مانده هستند. در این باره سوال به میان می آید که جنایتکار کیست؟ کارمندان حقوقی که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را پایمال می کنند و حتی یک پونکت آن را اجرا نمی کنند، یا که مردم عادی ولایت مختار کوهستان بدخشان که قانون را رعایت می کنند و موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان عمل می کنند. محترم جناب عالی، ولایت مختار کوهستان بدخشان بخش جداناپذیر جمهوری تاجیکستان است و شما بهتر می دانید که مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان هرگز به میهن عزیز خود خیانت نکرده و به بهای جان از آن دفاع کرده است. امروزها در تلویزیون بدخشان بعضی کارمندهای دولتی که از برای 2 تنگه زیاتی یا منصب در حق مردم خاکسار دانشمند بدخشان گپهای دغل میزنند. این از یک طرف خنده آور و از طرف دیگر پست و پایمال کردن ننگ و ناموس مردم دانشمند بدخشان، دوست را از دشمن، بد را از نیک و سیاهی را از سفیدی به خوبی درک می کنند. این عمل کارمندان دولتی در بدخشان نیز قانون جمهوری تاجیکستان را ویران می کنند. این خیانت به خلق و دولت می باشد و اگر به اساس نظر اندازیم این اشخاص اگر دشمنان بیرون از دولت به این خیل آدمان بی‌وجدان 2 تنگه زیادتر پیشنهاد کنند، این بی‌وجدان ها از برای منفعت شخصی خودشان می توانند وطن مادر عزیزمان را فروختند، چون که این خیلی بی‌وجدان ها نه برای خدمت به خلق و وطن کار می کنند بلکه فقط به فایده کیسه های خودشان. یا اگر دشمن به وطن عزیزمان حمله کند، این خیل کارمندان بی‌وجدان راه گریز را پیش می گیرند و برای دفاع از وطن گلبدین ها به کار می شوند. ما با این خیل شخصان بی‌وجدان مراجعت می کنیم که مردم شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان را دشمن و بدخواه نسازید. باز تکرار می کنیم که ولایت مختار کوهستان بدخشان بخش جداناپذیر جمهوری تاجیکستان است. مردم این ولایت همیشه با ایمان و اخلاص به کشورشان خدمت کرده و خواهد کرد.
همین اکنون هم زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نماینده تاجیکستان در بالاترین سطح از ورزش، علم و فرهنگ هستند. محترم جناب عالی، ما مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان به شما مراجعت میکنیم که این وضعیت بدخشان را در زیر نظارت شخصی خودتان نگاه دارید. بارها خواهش میکنیم و امید داریم که شما هرچه زودتر حل و فصل این کار را میابید و ما شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارجهای کشور میتوانیم با پیوندانمان علاقه اینترنتی پیدا کنیم و از حال و احوال یکدیگر خبردار بشویم که در مدت این 2 ماه حتی صدای پدر و مادر و فرزندان خود را نشنیده ایم. ما زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان چه در داخل دولت و چه بیرون از دولت همه طرفه تیار هستیم که برای صلح و رشد دولت عزیزمان تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان به شما جناب عالی و با روشنفکران دولت صاحب استقلالمان خدمت و همکاری کنیم. ما قید میکنیم که همکاری با شما جناب عالی و روشنفکران مملکت نه با کارمندان حکومتی و امنیتی عمل کرده ولایت مختار کوهستان بدخشان همان طرفه تیاریم. با احترام مردم پر افتخار برومند ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه شغنان.